کار داشتم که تا جایی که توان داشتم بعضی اوقاتی که امکان داشت با پروگرام های بسیار وسیع زیرا در مورد آموزش جوانان و زنان و دختران افغان گاه توانمندی هایی که ما داشتیم و خدمتشان قرار میدادیم و تمجید میکنم از مبارزات شما و از اینکه شما حضور یافتید و من این افتخار پیدا کردیم که حضور شما برای زنده و سوالای شما رو جواب بدم جای بسیار افتخار است. اول خب شعارهایی را که اینجا شما نصب کردین همیشه شعارهای بجاست و مخصوصا در مورد انتخابات چیزایی که خانم گیلانی فرمودن همیشه موضوعات بسیار حیاتی و مهم است. یک موضوعی را که میخوایم دوباره به تایید فرموده شما با توجه تمام دوستا برسانم، گفتن جامعه جهانی باید در انتخابات بی‌طرف باقی بمانه. این درست است که باید بی‌طرف باقی بمانند، اما از انظار مردم افغانستان این پوشیده نیست که از توانمندی های جامعه جهانی در این 13 سال چند نفر محدوده که ما شما کل ما میشناسیمشان اونا توانمند شدن، فربه شدن و امروز بدون کمک جامعه جهانی میخواین خود بالای ما و شما تحمیل بکنن و ما باید از این جلوگیری بکنیم و جامعه جهانی مسئول است که از این جلوگیری بکنه، برای اینکه همین توانمندی را جامعه جهانی با اون افراد محدود میسر ساختن. این را باید فراموش نکنیم. و من یقین دارم که انتخابات موضوع مهم که شمرده میشه به اون اندازه که مردم افغانستان مهم است. انتخابات مهم نیست. انتخابات به خاطر مردم افغانستان است، نه اینکه مردم افغانستان به خاطر انتخابات. اصل مردم است. پس به اساس از اون موضوع ما باید صحبت‌های خود و برنامه‌های خود عیار کنیم، نه به خاطر اینکه در انتخابات چی میشه، در انتخابات برای مردم چی میشه. این مهم است که آیا مردم میتونن اراده خود تمثیل بکنن، آیا مردم برش امکان از این میسر میشه که واقعا بدون غل و غش و بدون تخطی و تقلب به صندوق‌های رای برن و تشویقشان. برای که صحبت‌ها و سوالات دوستا برداشت کردم که یک حس بی‌اعتمادی که حقشان است در مورد موضوعات وجود داره و این حس بی‌اعتمادی در دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی باید از بین ببرن و یک بام و دو هوا عمل نکنن مثل که تا حال کردن. موضوع فقر، موضوع امنیت، موضوع بیکاری، موضوع اشتغال، موضوع کار اجباری اطفال، موضوع مشکلات زنان بیوه، موضوع یتیما، همه ایش موضوعات است که به هم ربط دارند. در برنامه‌های ما برای حل از این موضوعات مثل که خواهر ما در فرمودن که باید شعاری نباشه و وعده‌های دروغ کس نکنه. کسانی میخواهند دروغ بگویند که اونا تعهد و اراده حل مشکلات ندارند. کسانی میخواهند دروغ بگویند که اونا منافع پوشیده شخصی دارند و او را ما شما تغییر داده نمیتونیم. کسانی که منافع را در 13 سال انداختن برای حفظ از او یقینا کوشش هایی دارند که اون منافع را حفظ بکنن. ما کدام منافع پوشیده نداریم، ما کدام تیم مخفی هم نداریم و ما وظیفه خود میدانیم که اگر این مملکت هم میخواهیم به یک مرحله بهتر زندگی انسانی برسانیم باید به وعده های خود وفا بکنیم. در غیر از با شعار افغانستان جور نمیشه. این 13 سال دستاوردهایی که مثل خواهر گیلانی فرمودن دستاوردهای کافی نیست. این 13 سال دستاوردها تصادفی بعضش واقع شده به خاطر موجودیت جامعه جهانی، به خاطر روند جهانی که در افغانستان فشارهای خود آورده یک سلسله دستاوردها وجود داره. اما این دستاوردهای شکننده است، بسیار پایدار نیست و امکان داره هر لحظه این دستاوردها عقب گرد بکنه. به او خاطر ایجاب میکنه که حاکمیت قانون آغاز بکنیم. مثل که در شروع فرموده شد حاکمیت قانون در افغانستان بعد از اون معامله شد. حاکمیت قانون در افغانستان به خاطر خواسته های یک عده محدود معامله شد و فساد سیاسی به وجود آمد. فساد سیاسی سبب فساد اداری شد. اینجا سوال شد که چرا در خانه خود گفتی قانون تطبیق نمیشه. من گفتم که اونجا به خانه من آمدن در حریم شخصی، از حریم خانه هر کس به دفاع خواهد کردم، از آزادی رسانه ها هم دفاع خواهد کردم مثل که وظیفه ماست. حریم خانه مردم برای رسانه ها یک قدم که بیاید در حریم خانه مردم بگه که این یک قانون من تطبیق میشه. اونا باید بعضی موضوعات
احترام بکنند. حریم شخصی از تجاوز مسئول است. با وقتی که گفته میشه که قانون رسانه ها مرا اجازه میده که هر چیز بگویم، نه، قانون رسانه ها برای حفظ آزادی بیان است و حفظ آزادی بیان یک سلسله مسئولیت ها هم داره. آزادی بیان وقتی که میگیم این آزادی باید آزادی انسان ها را به خطر نندازد. وقتی که از فامیل یک انسان سوال میشه، فامیل انسان کاندید نیست، فامیل من کاندید نیست، من کاندید هستم. از خاطر من سوالای شخصی را جواب ندادم و بسیار احترامانه موضوع حل شد و موضوع هیچ قابل بحث هم نیست و قانون رسانه ها همه چیز مشخص ساخته که در اون مورد کل دوستان میفهمن، ما میفهمیم. برای که در قانون رسانه ها ما خودمون رول بازی کردیم. در پارلمان افغانستان اولین کسی که قانون رسانه ها را و تالار مجلس عمومی آورد و برای پاس کردن از او به خانه وکلا برای 3 یا 4 ماه ما رفتیم تا این قانون پاس شود. ما بودم. قانون خشونت علیه زن اولین مردی که در پارلمان و تالار پارلمان پیشنهاد کرد به نحیث یک مرد ما بودم و این قوانین به خاطر از اینه که ما باید قانون رسانه ها داشته باشیم یا قانون خشونت علیه زن داشتیم. این قوانین ضرورت های مبرم قرن 21 مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق دارن که شرافتمندانه زندگی بکنن. هر فرد حقش باید تامین باشه. حریم فرد محفوظ باشه، بیان فرد آزاد باشه. خشونت علیه زن، اگر بینی یک زن در افغانستان بریده میشه، بینی همه مردهای افغانستان بریده میشه. به نظر من اگر بینی یک زن بریده میشه